بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. کتاب درسنامه علم صرف یکی از کتاب‌های جدید در علم صرف هست که با همکاری 2 نفر از اساتید بزرگوار، یعنی استاد سید حمید جزایری و همچنین استاد فرامرز علیزاده، به رشته تحریر در اومده و نوشته شده. خب شما دوستان میدونید در حوزه کتاب‌های مختلف و متعددی در علم صرف تدریس میشه. دوستان حتما اسم کتاب‌هایی مثل شرح امثله یا صرف میر یا شرح تصریف رو شنیدن و با این کتاب‌ها آشنایی اجمالی دارن که این کتاب‌ها در جامع المقدمات هست و موضوعشون علم صرف هست. اما کتاب‌های جدیدی که در علم صرف نوشته شده، مثل همین صرف ساده یا همین کتاب درسنامه علم صرف یا کتاب دانش صرف که بازم مؤلفش همین استاد جزایری هستن، این کتاب‌ها مزیت‌هایی داره که باعث میشه ما به این کتاب‌ها تمایل بیشتری نشون بدیم و بیشتر به این کتاب‌ها بپردازیم. مثلا کتاب‌های جدید انسجام بیشتری داره و مطالب مرتبط با همدیگه در یک درس اومده، دسته‌بندی بهتری داره، برخلاف کتاب‌های قدیمی که گاهی انسان میبینه مطالب به صورت پراکنده هست و انسجام خوبی نداره. در کتاب‌های جدید دیگه اینطور نیست. یا مثلا مزیت دیگری که در کتاب‌های جدید هست اینه که سعی شده به همه مسائل ورود بشه و جامعیت بیشتری داشته باشه که این در کتاب‌های قدیمی کمتر به چشم میخوره. خب همونطوری که دوستان میدونن، عمده مطالب در کتب مختلف صرفی تکرار مکررات هست و عمده فرق بین کتاب‌های مختلف دسته‌بندی مطالب و نحوه چینش مطالب هست. لذا من توصیه‌ام به دوستان اینه که به جای خوندن کتاب‌های متعدد در علم صرف سعی کنن یک کتاب رو خوب بخونن و قواعد رو در شاهد مثال‌های مختلف، در آیات و در روایت‌های مختلف تطبیق بکنن تا انشالله مطالب خوب براشون جا بیفته و عمر خودشون رو دوستان با خوندن سطحی کتاب‌های مختلف هدر ندن. شما دوستان میدونید با وجود اهمیت زیادی که علم صرف در بین علوم حوزوی داره، اما اونطوری که باید به صرف پرداخته نمیشه. نه اساتید رغبتی به تدریس صرف دارن، چون سخته دیگه، تدریسی سخت‌تر از نحوه، و نه طلاب اونطوری که باید و شاید و اونطوری که به نحو توجه دارن به علم صرف توجه دارن، در حالی که آشنایی با علم صرف در بسیاری از جاها شاید از علم نحو هم مهمتر باشه. مثلا در فهم خیلی از مسائل فقهی مسائل علم صرف بروز و ظهور داره. مثلا ممکنه به خاطر یک اختلاف صرفی 2 فقیه 2 تا فتوای متفاوت بدن، یعنی مثلا درباره ساختار یک کلمه این 2 فقیه با هم اختلاف دارن و این اختلاف باعث میشه ایشون یه حکمی بده و اون یکی فقیه یک حکم دیگری صادر بکنه. من این رو به دوستان عزیز عرض کنم که آقا اون بالاها خبری نیست. خیلی دوستان سعی نداشته باشن که علوم پایه رو زودتر طی بکنن و برن سطوح بالاتر. ما اگر میخوایم در سطوح بالاتر به جای برسیم، نیازمند علوم پایه مثل صرف یا مثل نحو هستیم. فرقی نمیکنه تو چه رشته‌ای بخوایم کار بکنیم، چه فقه، چه اصول، چه کلام، چه تفسیر، چه حدیث، چه علوم قرآن، در هر رشته‌ای بخوایم فعالیت داشته باشیم در حوزه، محتاج به علم صرف هستیم. خب سر و کار ما با آیات، روایات و متون دینی دیگه. اگر میخوایم تمام کلام و مراد متکلم رو در روایات یا آیات قرآن بفهمیم، باید اول جز به جز کلام رو بفهمیم، با ساختار هر کلمه آشنا بشیم، وگرنه اگر جز به جز کلام رو ما متوجه نشیم، کلیت کلام و منظور از اون آیه و روایت رو متوجه نخواهیم شد. و این همون رسالت علم صرفه، یعنی علم صرف در رابطه با ساختمان و ساختار کلمه است. فارغ از این که این کلمه در جمله چه نقشی میتونه داشته باشه، ما در علم صرف از ساختار و ساختمان تک تک کلمات بحث میکنیم. به عبارت بهتر، ما در علم صرف این رو یاد میگیریم که چطور از یک ماده و ریشه واحد کلمات مختلفی بسازیم و از این کلمات برای معانی مختلفی استفاده بکنیم. علمی که میاد از این تغییرات بحث میکنه همین علم صرفه. مثلا ما در علم صرف این رو یاد میگیریم که چطور
از ماده عین و لام و میم که میشه علم، چطور از این ماده ما فعل ماضی بسازیم یا فعل مضارع یا فعل امر، یا چطور اسم فاعل یا اسم مفعول بسازیم، چطور صفت مشبهه بسازیم، چطور فعل مجهول بسازیم. یا مثلا در علم صرف اینو یاد میگیریم چطور یک اسمی رو ما جمع ببندیم، چطور این اسم رو مصغرش کنیم، چطور اسم رو منصوب کنیم و چیزایی از این دست که مرتبط با ساختمان و ساختار کلمه هستن. پس دوستان دقت بفرمایید، از اون چیزی که من تا به حال عرض کردم 2 نتیجه میتونیم بگیریم. یک، این که عرض کردیم در علم صرف ما با ساختار کلمه آشنا میشیم. مثلا وقتی با کلمه ضارب ما مواجه میشیم، ضارب اولا میفهمیم ضارب اسم فاعله، ثانیاً معناش رو میدونیم و ثالثاً همین اسم فاعل رو اگر خواستیم مثلا از ماده علم بسازیم به واسطه علم صرف تواناییش رو داریم و میدونیم اسم فاعل بر چه وزنیه، چطور باید اسم فاعل بسازیم. و مطلب دومی که بهش اشاره کردم این بود که موضوع علم صرف کلمه است. یعنی ما در علم صرف فقط و فقط درباره ساختمان و ساختار کلمه صحبت میکنیم، کاری با اعراب و نقش و موقعیت کلمه در جمله نداریم. پس موضوع علم صرف خود کلمه است، نه نقش و جایگاه کلمه در جمله. خب این توضیحات مقدماتی در رابطه با علم صرف که صرفاً جهت یادآوری خدمتتون عرض کردم.